فصل 4. سیرک 3 حلقه‌ای. من اینجا هستم. من هوشیارم و آنچه از آن هوشیارم این است که اینجا همیشه هم چندان دلپذیر نیست. جمله صادقانه بالا سکوی پرتابی شگفت‌انگیز برای ادامه کاوش خود و قدرت پذیرش است. چه چیزی را تجربه می کنید که گاهی درون را دلپذیر و گاهی آن را بسیار ناخوشایند می کند؟ تنها 3 چیز وجود دارد که در آنجا تجربه می کنید. پس بیایید نگاهی به آنها بیاندازیم. نخست، شما دنیای بیرون را از طریق حس‌هایتان تجربه می کنید. دنیای کاملی در بیرون وجود دارد و آنچه پیش روی شماست از طریق چشم‌ها، گوش‌ها، بینی و حس چشایی و لامسه تان می‌آید. وقتی وارد می‌شود یا تجربه‌ای خوشایند است یا تجربه‌ای ناخوشایند یا صرفاً تجربه‌ای گذرا. بنابراین دنیای بیرون یکی از چیزهایی است که با آن تعامل می‌کنید و اثر ژرفی بر حالت درونی‌تان دارد. همانقدر که دنیای بیرون می‌تواند سردرگم کننده باشد، این تمام چیزی نیست که در درون تجربه می‌کنید. در آنجا افکاری هم دارید. افکاری را میشنوید که نمیدانم از این خوشم میاد یا نه. حتی درک نمی‌کنم چرا اون کارو کرد. یا شاید وای دوست دارم چنین ماشینی داشته باشم. آخر هفته ها سواری طولانی مدتی در بیرون شهر خواهم داشت. اگر از شما پرسیده شود چه کسی تمام اینها را در سرتان میگوید، احتمالاً میگویید خودتان. اما این شما نیستید. آنها افکارتان هستند و شما کسی هستید که متوجه افکارتان میشوید. افکار صرفاً چیز دیگری هستند که در آنجا متوجه آن میشوید. متوجه میشوید این دنیا از بیرون میآید و متوجه میشوید که آن افکار در درون تولید شده‌اند. افکار از کجا میآیند؟ در ادامه به این موضوع میپردازیم. اما همکنون درک کنید که افکار و دنیای بیرون 2 مورد از 3 موردی هستند که در درون تجربه میکنید. سومین چیزی که تجربه میکنید احساسات یا عواطف شما هستند. احساساتی هستند که ناگهان بروز میکنند، مانند ترس. ذهنتان میتواند بگوید احساس ترس میکنم. اما اگر واقعا احساس ترس نکنید، این تأثیر خیلی کمتر خواهد بود. حقیقت این است که در واقع شما احساس ترسی را تجربه میکنید که باعث مشکل میشود. برخی احساسات خوشایند هستند. احساس عشق میکنم. بیشتر از همیشه احساس عشق میکنم. شما آن احساس را دوست دارید. احساسات دیگر ناخوشایند هستند. احساس میکنم ترس، شرم و گناه همزمان به وجود میآید. آنها را دوست ندارید. دارید؟ قبلا مسیری طولانی در کاوش خود طی کرده اید. ثابت کرده ایم که شما در آنجایید و قوی ترین اثبات این است که میدانید در آنجایید. این جایگاه آگاهی شماست. هر بار گم شدید فقط مقابل آینه بایستید و بگویید سلام، اونجایی؟ برای خودتان دست تکان دهید تا متوجه شوید آره، کسی رو میبینم که دست تکان میدهد. من کیستم که آن را میبینم؟ این راهی است برای اینکه دوباره روی جایگاه آگاهی خود بنشینید. وقتی آنجا ایستاده اید دقت کنید از چه چیز دیگری آگاهید. به اطرافتان دقت کنید که از طریق حس‌هایتان میآید. افکارتان از طریق ذهنتان میگذرند و هر عواطفی که در قلبتان به وجود میآید احساس راحتی یا ناراحتی درون را ایجاد می‌کند. این 3 تجربه درونی میدانی هستند که در آنجا هوشیاریتان بازی زندگی روی سیاره زمین را بازی می‌کند. نکته اصلی این که در آنجا شانس موفقیت ندارید. رگبار پیوسته این 3 تجربه مانند یک سیرک 3 حلقه‌ای است که تمام مدت در درون در حال انجام شدن است. اثر آن چنان در هم شکننده است که مانند دسیسه علیه شماست. دنیای بیرون تأثیر زیادی بر افکارتان دارد و افکار و عواطفتان عموماً با یکدیگر همراستا می‌شوند. به ندرت پیش می‌آید که ذهنتان بگوید من این را دوست ندارم و قلبتان عشق زیادی را احساس کند. فرض کنیم فرد رد می‌شود و ذهنتان می‌گوید نمی‌خواهم فرد را ببینم. پس از بحثی که آخرین بار داشتیم از دیدنش احساس راحتی نمی‌کنم. احساس ترس در شما ایجاد می‌شود. حالتان خوب بود تا زمانی که رویدادی از بیرون آمد. بر افکارتان مستولی شد و عواطف منفی را ایجاد کرد. غرق آن تجربه در هم شکننده شدید. اکنون اگر از شما پرسیده شود زندگی کردن در آنجا چگونه است، احتمالاً میگویید کاملاً سخت. زیاد گم میشوم و به سختی میتوانم خوب باشم. آنقدرها هم خوش نمیگذرد. درست است؟ بودا گفت که تمام زندگی رنج است. او منفی نبود. تمام زندگی رنج است. اگر ثروتمند، فقیر، بیمار، سالم، جوان یا پیر باشید، مهم نیست. قطعاً زمانهایی وجود دارد که رنج نمی‌کشید.
اما بیشتر آنچه در جریان است این است که شما می‌کوشید خوب باشید. به اینجا می‌رسد که در نقطه‌ای متوجه می‌شوید این تمام کاری است که در کل زندگیتان انجام داده‌اید. تلاش برای خوب بودن. به همین دلیل در کودکی می‌گریستید. در آنجا خوب نبودید. به همین دلیل یک اسباب بازی خاص می‌خواستید. تصور می‌کردید حالتان را خوب می‌کند. به همین دلیل می‌خواستید با این فرد خاص ازدواج کنید. به همین دلیل می‌خواستید برای تعطیلات به اروپا یا هاوایی بروید. به نقطه‌ای رسیدید که متوجه شدید تمام کاری که در حال انجام دادنش بودید، تلاش برای خوب بودن است. نخست به این می‌اندیشید که چیزی حالتان را خوب می‌کند. آنگاه بیرون می‌روید و می‌کوشید باعث رخ دادن آن شوید. اصلا تلاش برای خوب بودن چه معنایی دارد؟ در یک نمونه به معنای تلاش برای اینکه کاری کنید تا زندگی کردن با افکار عواطفتان راحت‌تر شود. افکار عواطف دلپذیر و نه چندان دلپذیر وجود دارد. شما موارد دلپذیر را دوست دارید. این چیزی است که با آن کشمکش دارید. می‌خواهید افکارتان مثبت، متعالی کننده و زیبا باشند. مشکل این است که یک دنیای بیرونی هم وجود دارد که می‌تواند بیاید و باعث منفی شدن افکار عواطفتان شود. به همین دلیل زندگی می‌تواند سردرگم کننده باشد. این تعامل با دنیا، افکار عواطفتان، پرسش‌های جالبی ایجاد می‌کند. این سه مورد چه هستند و از کجا می‌آیند؟ چقدر روی آنها کنترل دارید؟ چرا گاهی حس خوبی به شما می‌دهند و گاهی حس بد؟ با جزئیات زیاد این پرسش‌ها را کاوش می‌کنیم. در پایان متوجه خواهید شد که آنچه واقعاً اهمیت دارد، افکار، عواطف یا دنیای بیرون نیست. آنچه واقعاً اهمیت دارد این است که شما در آنجایید که این چیزها را تجربه می‌کنید. حالتان چطور است؟ آنچه خواهیم دید این است که شما در آنجا بالاتر از هر تجربه‌ای هستید که تا به حال داشته‌اید. کسی که تمام اینها را می‌بیند، زیباترین چیز در کل کائنات است. اگر تا به حال به جایگاه خود برگشته باشید، این چیزی است که کشف خواهید کرد. این چیزی است که عیسی به شما آموخت، بودا به شما آموخت. آنچه تمام استادان معنوی بزرگ در هر سنتی آموختند، یک پادشاه در درون شماست. شما در آنجا موجودی بسیار عظیم هستید که به شکل خداگونه ساخته شده اید. اما برای دانستن آن باید خودتان را از تمام آشوب‌های درونی رها کنید. مرسی، اینم از فصل 4 بسیار زیبا بود. خیلی خوشحالم که این کتاب رو انتخاب کردم و امیدوارم که شما هم از شنیدنش لذت ببرید.